سلام، حالتون چطوره؟ خوبید؟ من تارا هستم از کانال میسیز لنگویجز و قرار با هم دیگه جلسه 23 از کتاب ایستانبول رو استارت بزنیم. این جلسه موضوعات متنوعی مقدار داره ولی اساس و اصلیتش در واقع همون پسوند را یا پسوند مفعولی هست. خیلی خوشحال میشم همراهی بکنید. بریم ببینیم چه خبره. فقط پیش از اینکه درس رو شروع بکنیم خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب بکنید و به دوستانتون معرفی بکنید تا خانواده کوچیکمون آروم آروم بزرگ بشه و هر لایک و کامنتی هم که میذارید واقعا انرژی خیلی زیادی به من میده. مرسی که هستید. خب طبق معمول ما اینجا یه پیشگفتار رو داریم و قراره توی این پیشگفتار بفهمیم که درس در مورد چه چیزی هستش. از اونجایی که این درس یه مقدار طولانی هست من این رو توی 2 قسمت بهتون آموزش میدم و کلا این فصلم تو قسمت بعدی تموم میشه. شما صفحه 59 رو بیارید، قسمت پیشگفتار رو با هم دیگه چک بکنیم. میگه که کندیم، کندین، کندیسی، هپی میز، هپی نیز، هپسی. کندیم یعنی خودم، مثل myself میشه. کندین خودت، کندیسی میشه خودش. هپی میز هممون، هپی نیز همتون، هپسی همشون یا همش. خب یه سری کلمه هم یه سری جملات رو ما اینجا داریم به صورت سوالی و به صورت جواب که خبری هستن. میگه کاردشلری nerede؟ خواهر برادرت کجان؟ میگه هپسی آنکارادا. همشون در آنکارا هستن. میگه İstanbul'da kiminle yaşıyorsun؟ در استانبول با چه کسی زندگی میکنی؟ kendim yaşıyorum، خودم زندگی میکنم. یعنی این میخواد بگه به تنهایی زندگی میکنه. Ayşe kime kitap alıyor؟ میگه آیشه به کی کتاب، یعنی برای کی کتاب میگیره؟ میگه kendisine alıyor، برای خودش کتاب میگیره، برای خودش میگیره. خب پس ما اینجا هپسی، کندیم و کندیسی رو دیدیم. حالا اینا چه استفاده میشن و چجوری ساخته میشن اینا رو یکم بعدتر یاد میگیریم. این قسمت ما یه تصاویری داریم که با این نوشته ها قرار مچ بشن و توی این پرانتزا عددهای مربوط به تصاویرشون رو بنویسیم. تصاویر واضحه، من فقط جملات رو براتون میخونم و ترجمهش رو بهتون میگم. شما فقط عدد گذاریش رو لطفا انجام بدید. میگه ailemle bilgisayardan konuşuyorum، با خانوادم از کامپیوتر صحبت میکنم. aileme telefon ediyorum، به خانوادم تلفن میزنم. توجه کنید این پسوندهای اضافه، حروف اضافه خیلی مهم هستن، با فعلهاشون چکشون بکنید. ailemle mektup yazıyorum، به خانوادم نامه می نویسم. aileme e-posta yazıyorum، به خانوادم ایمیل می نویسم. aileme mesaj yazıyorum، به خانوادم SMS یا همون پیامک می نویسم. فقط من عذرخواهی میکنم گاهی اوقات صدام میگیره خاطر که هنوز من سرماخوردگیمو دارم. تا جایی که بتونم سعی میکنم این سرفه چیزی باشه رو حذفش بکنم. دیگه پیشا پیش عذرخواهی میکنم. خب بیاید صفحه 61. این قسمت هست توی صفحه 59 رو. اینو جلسه آینده با هم دیگه کار میکنیم. حالا شما فعلا صفحه 61 رو بیاید ببینیم که اینها چی هستن. کندیم، کندین، کندیسی، کندیمیز، کندینیز، کندیلری. اینا رو کامل این سی و میزو ایمیزو، مثلا اینجا میزه، میزو نیزو لری رو کامل میدونید چی هستن. اینا رو قبلا خوندیم، مربوط به صفتهای ملکی بود یا پسوندهای ملکی بود.
میگه کندیم یعنی خودم، کندین خودت، کندیسی خودش که بعضی اوقات خودشون هم معنی میده. کندیمیز خودمون، کندینیز خودتون و کندیلری یعنی خودشون که این دوتا این کندیلری رو میتونیم به جاش کندیسی هم استفاده بکنیم. خب اینجا یه سری مثال برای ما زده. örnek ben bana kazak örüyorum. من به خودم کازاک میشه لباسای گرم یقه اسکی، یقه هاشون اسکی هستش. örüyorum میشه میبافم، من به خودم کازاک میبافم. میگه به جای اینکه اینجوری ما بیانش بکنیم بیایم راحت تر بگیمش، بگیم من برای خودم مثلا لباس میبافم. کازاک که گفتم یقه اسکی میشه. Ben kendime kazak örüyorum. یه جورایی بعضی اوقات یعنی بیشتر مواقع حالت تأکیدی داره، حالت تأکید ایجاد میکنه. این مثال دوم ödevini sen yap. تکالیف تو خودت انجام بده. خب میخواد اینطوری بگه، به جای که بگه تکالیفت را تو انجام بده میگه تکالیف تو خودت انجام بده. چجوری میشه؟ ödevini kendin yap. اینجا بازم تأکید هم وجود داره، یعنی تو انجام بده، کسی دیگه ای انجام نده. biz bize yemek yapıyoruz. ما به خودمون غذا درست میکنیم. خب به جای اینکه اینجوری بگه میاد میگه biz kendimize yemek yapıyoruz. یه نکته توجه کنید، بچه‌هایی که مثلا ترم اول هستن طبیعتا این مدلی صحبت میکنن هیچ ایرادی نداره. اگه تو صحبت کردنتون این روش استفاده میکنید هیچ ایرادی نداره. حالا که صحیحش رو میدونید سعی کنید تمرین بکنید و از صحیحش استفاده بکنید. یعنی هیچ ایرادی نداره تا وقتی که نمیدونید. و اگر هم بعدش هم باز اشتباها استفاده کردید سعی کنید خودتون رو تصحیح بکنید، ولی یعنی نیازی نیست به خودتون سخت بگید، خودتون رو اذیت بکنید. siz bir yazı yazın. شما یه نوشته بنویس. خب میگه که kendiniz bir yazı yazın. خودتون یه نوشته بنویسید. خب بریم این قسمت که یه سری سوال به ما داده. این قسمت رو در واقع جاهای خالیش رو با این کلمات پر بکنیم. دقت بکنید به افعالمون و به حروف اضافه. خودتون سعی کنید انجام بدید چون واقعا سخت نیست. بعدش با هم دیگه چک بکنیم. میگه آیشه yemeğini pişiriyor. آیشه yemeğini kendisi pişiriyor. یعنی چی؟ یعنی آیشه غذاشو خودش درست میکنه. Biz kendimize yeni bir araba alıyoruz. ما برای خودمون یه ماشین جدید میخریم. Siz bu konuda kendinize güveniyor musunuz? آیا شما در این موضوع به خودتون اطمینان دارید؟ ödevlerimi kendimi yapıyorum. تکالیفم رو خودم انجام میدم. کندینه اینجا میخواد. کندینه ای باک. این میشه این قسمت. مراقب خودت باش. اصطلاح دعا هستش. onlar kendilerine kahve yapıyorlar. اونها برای خودشون قهوه درست میکنن. این قسمت گرامر خاصی نداره. بیشتر به کارتون میاد که مفهوم جملاتتون رو واضح تر استفاده بکنید یا اگه بخواید تاکید بکنید. وگرنه برای ساختش خیلی نیاز نیست بشینید فرمول بنویسید. بریم قسمت بعدی. و حالا میرسیم به هپ. دوباره همون با قسمت پسوندهای ملکی جمع بسته میشه. هپیمیز یعنی همه ما، هپینیز همه شما، هپسی همه آنها.
یا همه، آره دیگه وقتی همه میشه یعنی چند تا هستش، همه آنها. میگه که örnek، میگه که hepimiz öğrenciyiz، هممون چی هستیم؟ دانش آموز هستیم یا دانشجو هستیم. Hepiniz çok çalışkansınız، همتون خیلی سخت کوشید. Bu meyvelerin hepsi taze، این میوه ها همشون تازه هستن. توجه کنید برای hepsi اول مشخص میکنه در مورد چی داره صحبت میکنه، بعدش میاد hepsi رو اضافه میکنه. یعنی مشخص هست داره در مورد چی صحبت میکنه. نمیتونید hepsi رو قبلش بیارید. حالا بعداً وقتی که داریم یه کلمه دیگه از اونو یاد میگیریم بهتون تفاوتش رو میگم. خب اومده دوره یه سری کلمات رو به ما داده و گفته توی این جای خالی ها استفاده بکنید. لطفا خودتون انجام بدید بعد با هم دیگه چک بکنیم. sınıfların hepsinde bilgisayar var. در کلاس هاتون، در همه کلاس هاتون کامپیوتر وجود دارد. شما توجه کنید به ده، باید ده رو اینجا استفاده بکنیم چون در همشون میخوایم بگیم. نمیتونیم بگیم کلاس ها همشون کامپیوتر وجود دارن، در همشون کامپیوتر وجود داره. öğretmen bizim hepimize kitap hediye ediyor. بازم ما اینجا اول که öğretmen به کی داره میده؟ به هممون. bizim اومده، پس باید ما hepimiz استفاده کنیم. حالا چرا ا رو اضافه میکنیم؟ به خاطر اینکه ا برای هدیه اتمک هستش. یعنی چی؟ این حروف اضافه مرتبط با چی هست؟ هدیه اتمک هست. این حرف اضافه در واقع. ما باید وقتی که فعل رو استفاده میکنیم حرفهای اضافه مرتبط با خودش رو بشناسیم. چندین بار که استفاده بکنید دیگه کلا تو ذهنتون میشینه. kalemlerim hepsi kırmızı، همه قلم ها قرمز هستن. جای خالی انگلیسیce biliyoruz. hepimiz انگلیسیce biliyoruz. چرا hepimiz شده؟ چون اینجا biliyoruz داریم ما رو میگیم. چرا اینجا hepsi شده؟ چون داریم در مورد قلم ها صحبت میکنیم، همشون. یعنی دوباره اینجا اول داریم در مورد موضوعمون رو اول میانیم در موردش صحبت میکنیم و بعد hepsi رو اضافه میکنیم. bana hepinizin adresi lazım، میگه به من همه آدرستون لازمه. hepiniz یعنی همتون لازم هستش. bizim hepimizde sözlük var. bizim hepimizde sözlük var. خب اینا خیلی راحتن. اصل ماجرا چیز دیگه ایه. اصل ماجرا این هستش. پسوندهای مفعولی ما هستن. حالا اصلا قبل اینکه بگیم بریم سراغ فرمول و این چیزا بگیم مفعول چی هستش. بخوام بازش بکنم براتون، مفعول در واقع چیز یا کسی هستش که یک عملی روش اتفاق میفته. اینو بهش میگن مفعول. مثلا چی؟ مثلا من کتاب را برداشتم. برداشته شدن روی چی اتفاق افتاده؟ کتاب. درسته؟ من لباس را خریدم. خریدن روی چه چیزی اتفاق افتاده؟ لباس. من علیرضا را نگاه میکنم. به چه کسی نگاه میشه؟ علیرضا. اینها مفعول هستن. و اون فردی که یک کاری را انجام میده بهش میگیم فاعل. حالا توی همین من علیرضا را نگاه میکنم، من فاعل هستم، علیرضا مفعول و نگاه کردن چیه؟ فعل هستش. خب حالا با این پیش زمینه میریم سراغ درس. کم کم هی براتون بازش میکنم این مفعول، چون مفعول به همین ختم نمیشه. طبق معمول ما دوباره با حروف کالون و اینجا سر و کار داریم. اینجا
مثل همیشه ای داشته باشیم ای رو خواهیم داشت به عنوان حرف صدادار. ای رو داشته باشیم ای رو داریم. او داشته باشیم او. خب حالا اینا چیه؟ اینا دقیقا پسوندهای مفعولی هستن. نقش را رو توی زبان فارسی به عهده دارن. ببینیم چجوری استفاده میشه. این یه چیه؟ دقت کنید توی کلمه صنف به عنوان آخرین حرف صدادار ما اومده. آخرین حرف چی؟ صدادار. نگاه کنیم ببینیم توی کدوم دسته هستش. پس ما اگر بخوایم بگیم کلاس را نیاز به داریم. صنف کلاس را. توی کیم آخرین حرف صدادارمون بازم میگم حروف صدادار اینها هستن. ای او. اگر اینها یکیشون به عنوان آخرین حرف صدادار باشه ما نمایندش رو میاریم. توی کیم ای هست. درسته؟ نگاه میکنم ای اینجاست پس من ای رو نیاز دارم شه. کیمی چه کسی را. اکول او هست. ما آخریشو کار داریم. او رو نگاه میکنم او میخواد میشه اکولو. مدرسه را. گز هستش و من نگاه میکنم شامل این دسته میشه پس او رو میارم میشه گزو یعنی چشم را. سینما اینجا آخرین حرف صدادار ما مصادف شده به آخرین حرف کلمه. حالا اگر من بخوام دوباره یک حرف صدادار دیگه بهش اضافه کنم به مشکل میخورم. پس من به یک میانجی نیاز دارم. اون میانجی توی این قسمت یه هستش. سینما از این نماینده هست و چون آخرین حرف کلمه هم شده یه میانجی بعدش میاد میشه سینما سینما را. هاستانه یعنی چی؟ یعنی بیمارستان را. استانبول استانبول را. توجه کنید اسامی خاص حتما یک اسم اشارتی نیاز دارن. حالا اسامی خاص شامل چیا هست؟ اسامی خاص شامل اسم انسان‌ها، اسم شهرها، اسم کشورها، اسم دریاها، اقیانوس‌ها، صحراها، مکان‌ها. حالا اینایی که خاص هستن اولا که با حرف بزرگ شروع میشه نوشتهشون و دوما که حتما اگر قرار هر پسوندی بهش اضافه بشه یک اسم اشارتی نیاز داره. و بعدی میشه نیی میشه چه چیز را. پس ما تا الان 2 تا سوالی رو یاد گرفتیم. کیمی، نیی. خب حالا طبق معمول ما بریم ببینیم که روی ضمایرمون چه تأثیری میذاره. مثلا ben, sen, o, biz, siz و onlar رو داریم. من، sen, تو، او، biz, ما، siz، شما، onlar، آنها هستن. حالا میخوایم بگیم که مرا، تو را، او را، ما را، شما را، آنها را. ben میشه چی؟ beni, sen, seni, o, onu, biz, bizi, siz, sizi, onlar, onları. اینا رو چند بار که با خودتون تکرار بکنید راحت تو ذهنتون میشینه. و حالا در مورد این آن ضمایر اشاره و همینطور در مورد اینجا آنجا یا اینجا آنجا میخوایم صحبت بکنیم. بو میشه چی؟ بونو. به دقت کنید که نه میانجیش هست اینجا. شونو. او اونو. بورا میشه بورایه. شورایه اورایه. بونو یعنی این را. شونو دوباره این را. اونو آن را. بورایه میشه اینجا را. شورایه دوباره اینجا را. اورایه میشه آنجا را. اینها نمی گرفتن، اینها یه میگیرن. این نکته هاشو دقت کنید چون بچه ها این اشتباهات رو معمولا دارن.
این قسمت همچنان صفحه 62. بیایید صفحه 62 میخوایم در مورد این قسمت بالا صحبت بکنیم. خود کتاب اومده گفته اگر میخواید این پسوند رو استفاده بکنید 5 تا در واقع نشانه داره، یا میتونیم بگیم 5 تا حالت هستش که شما وقتی بهشون برخوردید از این پسوند استفاده میکنید. اما مهمترین موضوعی که خود کتاب نگفته این هستش که اصلا کاربرد مفعول چیه؟ مفعول در واقع پسوند مفعولی کاربرد پسوند مفعولی چیه؟ پسوند مفعولی وقتی که به یک اسم اضافه میشه اون اسم رو شاخصش میکنه. یعنی چی؟ مثلا من میگم که رفتم کتاب خریدم. خب از من میپرسید کدوم کتاب؟ چون نمیدونید چه کتابی رو میگم. درسته؟ ولی اگر روز قبل با همدیگه بیرون بوده باشیم و توی کتاب فروشی من یک کتابی رو بهتون نشون بدم و بعد فرداش یعنی الان میام بهتون میگم من کتاب را خریدم، شما میدونید در مورد چه کتابی صحبت میکنم. این راه میاد از حالت مجهول درش میاره، یک حالت معرف و شاخص میکنتش. نکته اصلی پسوند مفعولی دقیقا همین هستش. حالا توی گرامر یه چند تا شاخص آورده برای ما. یه جور دیگه هم بخوام بگم اکثر مواقع اونجایی که خودمون توی فارسی از را استفاده میکنیم ترک‌ها هم از را استفاده میکنن. بهترین حالتش هم اینه که شما زیاد تمرین بکنید و این پسوندها رو با فعلتون مچ بکنید. یعنی چی؟ یعنی بدونید اگر سومک اومد ما پسوند را رو نیاز داریم. چه چیز را و یا چه کس را دوست داریم. یه نکته دیگه هم باز اضافه بکنم، هر وقت که ما مفعول رو بخوایم پیدا بکنیم باید به 2 تا سوال چه کس را و چه چیز را جواب بده. چه چیز را خریدی؟ کتاب را. چه کس را دیدی؟ علیرضا را. متوجه شدی؟ خب حالا ببینیم اینجا کتاب چی داره میگه. توی اسامی خاص همونجور که گفتم یک اسم اشارتی نیاز هستش و به اون اسم خاص این پسوند میچسبه. مثلا چی؟ آیشه‌ای بکلیور موسون آیشه را. آیا منتظری؟ داره آیشه رو چیکار میکنه؟ خاصش میکنه. الان من کاری ندارم خود کلمه آیشه اسم خاص هستش. داره معرفش میکنه، مشخص میکنه منتظر چه کسی هست. چه کسی را منتظری؟ استانبولو گزیورم. استانبول را گشت و گذار میکنم. دومین حالتش ضمیر هستش. ضمیر داره میگه که اگر ضمیر اضافه بشه داره یعنی اگر ضمیر ما داشته باشیم این به ضمیر اضافه میشه. مثلا چی؟ biz onları tanımıyoruz. ما اونها رو نمیشناسیم. بازم چه اتفاقی افتاده؟ شاخص شده. کیا رو نمیشناسید؟ اونا رو نمیشناسیم. seni bekliyorum. تو را منتظرم. ببین به ضمیر چسبیده. ببینید فعل‌هاش هم دقت بکنید. اینجا بکلمک بود، گزمکه و اینا رو دقت بکنید چون اکثرا این پسوند با همین فعل‌ها میاد و فعل‌های دیگه هم هستن. یعنی میخوام بگم که فعل‌ها رو توجه بکنید دیگه قاطی نمی‌کنید کجا استفاده بکنید از این پسوند. سومین حالتش اینه که میاد صحبت از یک مالکیت میکنه. مثلا چی؟ کتابو بده من. کتاب بده. کتاب بده. میگه که کدوم کتاب؟ میگه کتاب تو. کتابی که مال توه رو به من بده. اینجا مال تو، مال من، اون پسوندهای ملکی اگر داشته باشیم داره شاخصش میکنه اون وسیله یا اون فرد رو. پس ما نیاز به چی داریم؟ یک پسوند مفعولی. مثلا چی؟ کتابنه بناور. کتابت رو به من بده. ببین اینجا کتابن، کتابت و بعد اضافه شده.
کتابت رو به من بده. کتاب طبق همون صحبت قبلیمون توی درس قبلی پ به ب تبدیل شده. نرم شدن صامت داریم. Her hafta annemi ziyaret ediyorum. مادر بزرگ کیو؟ مادر بزرگ خودش رو، مادر بزرگم را هر هفته زیارت میکنم، یعنی میبینمش. annemi مادر بزرگم، annemi مادر بزرگم را. پس وقتی که ما پسوندها رو داریم، پسوندهای ملکی رو داریم، ناخواسته داریم در مورد اون شخص یا اون چیزی که صحبت میکنیم اون رو شاخصش میکنیم. خب مورد چهارم بوشو و او هستش. بوشو او hangi bütün bazı. هر وقت اینها رو ما داشتیم ناخواسته بازم داریم چه کار میکنیم؟ اون فرد یا اون شخص رو معرف مشخصش میکنیم. مثلا اگر بگم کتاب، مثلا شاید بگیم کتاب میشه همون کتاب. خب کدوم کتاب؟ یعنی اگه بگیم بو کتاب یعنی این کتاب را. بو داره اشاره میکنه به کدوم کتاب. شو داره اشاره میکنه. هنگی داره میپرسه، سوالی داره میپرسه هنگی کدام را، اصلا خودش نیاز داره به را، یعنی را رو بعدش باید بیاریم. به خودش نمیچسبه، به مفعول میچسبه. bütün همه، باز بعضی. این کلمه که گفتم با bütün و hepsi اینو بچه ها با هم که قاطی میکنن. اینها رو توی جمله داشته باشیم میفهمیم که نیاز به پسوند مفعولی داریم. به طور مثال گفته bu elbiseyi alıyorum. bu elbiseyi این لباس را. نمیگه elbise alıyorum، میگه bu elbiseyi این لباس را میخرم. نه چقدر، چند تا لباس هست، داره مشخص میکنه که کدوم رو. حالا با چی؟ با ضمیر اشاره بو شو او. حالا توی سوال میپرسه hangi kalemi istiyorsun؟ کدوم قلم را میخواهید؟ bütün arkadaşlarımı seviyorum. همه دوستانم رو یا کل دوستانم رو دوست دارم. ما اینجا هم ملکی رو داریم هم bütün رو داریم. حالا مورد آخر این هستش که میگه اگر مفعول از فعل ما جدا افتاد و یه فاصله بینش قرار گرفت بازم نیاز به چی داره؟ را داره که هم مفعولی داره. چرا این اتفاق میفته؟ وقتی که میخوایم تاکید بکنیم و در مورد اون چیزی یا فردی که داریم صحبت میکنیم اون رو باز چیکار کنیم؟ شاخصش کنیم. ببینید توی همه‌شون این شاخص شدن و معرف شدن، مشخص شدن هستش. مثلا چی؟ میگه مارکتten ekmek alıyorum. از مارکت چیکار میکنم؟ نون میخرم. حالا میخواد تاکید بکنه روی نون و شاخص بکنه چی چیزی رو میخواد از مارکت بگیره. میگه ekmeği marketten alıyorum. نون رو از مارکت میخرم. شاید میخواد میوه بگیره، اینجا چون میوه تو مارکت هم هست میخواد بگه که نه، میوه رو از مثلا ماناف میگیرم ولی نون رو از مارکت میگیرم. حالا ما کاری نداریم جمله قبلیش چی بوده. پس بین اکمک و یعنی مفعولمون و فعلمون فاصله افتاده. این 5 تا موضوع مهمش بود که همشون خلاصه میشن چی؟ روی شاخص. یعنی اون چیزی که صحبتش رو میکنیم میخوایم معرف باشه، معلوم باشه در مورد چی صحبت میکنیم. خب اینها رو بیاید براتون یه سری مثال دیگه بزنم. مثلا چی؟ همینایی که اینجا خوندیم یه چند تاشو میخوام براتون بازش بکنم. خوب جا بیفته براتون. علی نسیمی یا نسیم seviyor. کدومه؟ علی نسیم را یا نسیم دوست داره. نسیمی چون مشخص میکنه کدوم فرد رو و از طرفی سومک همیشه نیاز به این پسوند داره که به مفعولش چسبیده باشه. ایرانı یا ایران özledim.
ایران را چی؟ دلتنگم. Öğretmen arkadaşımı ya da arkadaşım görmedi. معلم دوستم را نیاز داره görmek ندید. görmedi ندید. حالا با بوشو او و هنگی بازی dünkü bütün اینا رو میخوایم بگیم. Ben bu kitabı okudum. من این کتاب را خوندم. بو اومده داره شاخص میکنه چه کتابی رو. hangi yemekleri seviyorsun؟ دقت کنید دوباره sevmek هست، hangi هم هست. داره به ما میگه که ما مفعول من چی میخواد؟ پسوند مفعولی یا همون را رو میخواد. Sınavda bazı soruları ya da sorular anlamadım. در امتحان بعضی سوالها را یا بعضی سوال نفهمیدم. اصلا فارسیش هم درست نیست. سوالها را. چرا را؟ چون بازی اومده و ما داریم مشخص میکنیم که بعضی از سوالها را، یعنی داریم یه جورایی معرفش میکنیم. دوباره تکرار میکنم. مثلا توی نمونه کتاب پ به ب تبدیل شده، ت به د. اگر ما ت رو داشته باشیم با اون آخرین حرف کلممون ت به د تبدیل میشه، چ به ج تبدیل میشه، ک به یوموشا گ و یا گ تبدیل میشه. اینها رو یاد بگیرید چون خیلی جای مختلفی استفادهشون میکنیم. همه جا اینطور نیست ولی اکثر جاها این دستور زبان صدق میکنه. من این موضوع رو کامل بازش کردم، دوباره تاکید میکنم براتون اینجا توی کادر میذارم، شما میتونید ببینید. حتی استثناءاتش هم هست چون خود اساتید توی دانشگاه اصولا خیلی توجهی به این مسائل نمیکنن و بچه‌ها اشتباه یاد میگیرن یا خیلی باهاش کلنجار میرن تا سعیش رو یاد بگیرن. حالا اگر مفعول ضمیر باشه، siz kimi، همین منظورم از ضمیر، منظورم بود که مفعولش اگر ضمیر باشه نیاز به پسوند را داره. حالا siz kimi arıyorsunuz؟ شما چه کسی را جستجو میکنید یا تماس میگیرید؟ ما به را نیاز داشتیم. onlar beni bekliyor. آنها مرا منتظرند. onlar neyi ya da ne alıyor؟ اونها چه چیز را یا چه چیز میخرند. واسه نه هر جفتش صحیحه، یعنی اگر نهی بگید یا نه بگید هر جفتش درسته. خب اینجا مثال های کتاب رو توی همون صفحه 62 داریم. میگه yarın araba alıyor musun؟ فردا ماشین آیا میخری؟ کدوم ماشین رو نمیدونیم. ولی اینجا میگه yarın arabayı alıyor musun؟ آیا فردا ماشین رو میخرید؟ یعنی قبلا ما در مورد یه ماشین صحبت کردیم و هر جفتمون میدونیم چه ماشینی رو قراره بخریم. بخرم مثلا یا بخره چون موسون داره. خب evde maç izliyoruz. در خانه ماچ میشه مسابقه نگاه میکنیم اما کدوم مسابقه نمیدونیم. ولی اینجا میگه ماچ evde izliyoruz. مسابقه رو در خونه نگاه میکنیم. میدونیم در مورد چه مسابقه صحبت میکنیم و توجه بکنید ماچ که به عنوان مفعول هست از izleme که به عنوان فعل هستش جدا افتاده. یک فاصله هست. Pınar elbise ütülüyor. پینار لباس اتو میکنه. کدوم لباس رو نمیدونیم. ولی وقتی که بیایم بگیم پنار elbisesini ütülüyor یعنی چی؟ اومده پسوند داده، پسوند ملکی داده، لباسهاشو اتو میکنه. پس داره معرفش میکنه، مشخصش میکنه. به را نیاز داریم. صدا پاستا yiyor. صدا پاستا میخوره. صدا پاستایı yiyor. صدا پاستا رو میخوره.
باز ما اینجا چی داریم؟ یک اسم خاص داریم. Ben kek seviyorum. من کیک دوست دارم. چه کیکی نمیدونیم. ولی اگه بگیم ben üzümlü کیکی seviyorum داریم مشخص میکنیم چه مدل کیکی رو. برای همین کیک ای نیاز داره. Ben üzümlü کیکی seviyorum. من کیک کشمشی دوست دارم. یا همون انگوری دوست دارم. کشمشی ما نمیگیم انگوری. دوست دارم. اینجا یه سری به ما جای خالی داده، بعضا خواسته که پرش بکنیم. لطفا شما این کار انجام بدید، بعد با هم دیگه چک بکنیم. میگه siz bu kızı tanıyor musunuz؟ شما آیا این دختر رو میشناسید؟ چرا کızı شد؟ چون بو وجود داره. پس معرف مشخصش میکنه. kalemi masadan alıyorum. چرا kalemi شد؟ چون بین مفعول و فعل ما فاصله هستش. قلم را از روی میز برمیدارم. از روی میزت برمیدارم. En çok hangi yemek seviyorsun؟ yemek چون hangi اومده و بعدم دوباره فعل رو چک میکنیم. چی رو نیاز داره؟ پسوند را رو نیاز داره و توی این اتفاق که بعد به یوموشاگه تبدیل بشه. توی کیک اتفاق نمی افتاد. اینجا کیک یوموشاگه نشد، اول که چون تک هجایی بود و دوم که استثناء بود. ولی این قسمت ما که رو به یوموشاگه تبدیل میکنیم. بابام araba yıkıyor. بابام ماشین رو میشوره. میشه چی؟ arabayı. babam ماشین رو میشوره. Günde 2 kez dişlerimi fırçalıyorum. اینجا چون که مسواک زدن برای بند صرف شده، ما اینجا نیاز به پسوند ملکی داریم. دندانهایم. و حالا چون که به من منتسب شده، بعد به یه راه هم بهش اضافه بشه. Günde 2 kez یعنی در روز 2 دفعه دندانهایم را مسواک میزنم. Ahmet ailesi چی؟ çok üzülüyor. میگه احمد خانوادش رو ailesini çok üzülüyor. دلتنگه. دوباره ما ملکی رو داریم. چون در مورد خانواده احمد صحبت میشه، چون که ملکی هم اضافه شده و مشخصه که در مورد کدوم خانواده صحبت میکنیم، ایران نیاز داریم. بازم تاکید میکنم به فعلهاشون توجه بکنید. Bu sorunun جوابını P به B تبدیل شده. اینجا ما مضاف الیه داریم. حالا الان چون هنوز مضاف الیه رو نخوندید، زیاد روی جواب این موضوع این سوال هفتم دقت نکنید، یعنی فوکس نشید. در آینده یاد میگیرید اینا. نمیدونم. bilmiyorum. آیشنین اینجا باز هم ما چی رو داریم؟ مضاف الیه رو داریم که این سال توی کتاب جدید حذف شده. اصلا جاش اینجا نبود. حالا چون مضاف الیه داریم، باید یه مفعولی بیاد که منتسب به این باشه، مربوط به این باشه. حالا من چند تا نوشتم. یعنی کیف آیشه رو çok beğeniyorum. beğenmek یعنی خوش اومدن. اینم باز همیشه با را میاد. یعنی نیازش را هستش. hafta sonu bütün gün evimi temizliyorum. آخر هفته کل روز خانم رو تمیز میکنم. evim داره ما رو داریم برای پسوند هستش، پسوند مالکیت و از طرفی bütün رو داریم. پس ما به را نیاز داریم، یعنی ای. sen hiç anlamıyorum. seni hiç anlamıyorum. مفعولمون کیه؟ تو هست. تو رو فاعل کیه؟ من هست. من تو رو هیچ نمیفهمم. از کجا فهمیدیم فاعل منه؟
به خاطر اومی که اینجا هست. فاعل رو حذفم بکنه ما باید مفعول رو تشخیص بدیم چون یه اتفاقی روش داره رخ میده. اینجا گفته بین دو تا گزینه یا درست رو انتخاب کنید. حالا بعضیشون پسوند را میگیرن، بعضیشون پسوند را نمیگیرن. با توجه به مفهوم جمله و با توجه به اون 5 تا موضوعی که گفتیم و علاوه اون یه شاخص بودنش که بهتون گفتم و همینطور فعل‌هاش میتونید تشخیص بدید که کدوم یک از اینها درسته، کدوم یک از این دو گزینه یا رو باید انتخاب بکنید. لطفاً انجام بدید، حتما روش فکر بکنید، بعد بیاید با من چک بکنید. burası çok havasız. اینجا خیلی بی هواه، یعنی هوا نداره. لطفاً شو پنجره‌ای aç. چون شو رو داریم اینجا ما پنجره‌ای رو نیاز داریم. داره کدوم پنجره رو مشخص میکنه. Yabancılar İstanbul'u çok beğeniyorlar. میگه که خارجی ها استانبول را خیلی میپسندن. کلا این فعل با را میاد. beğenmek. خب بعدی sağlıklı olmak için her gün 2 litre su içiyorum. برای سلامت بودن، سالم شدن هر روز 2 لیتر آب می نوشم. آیا مهمه کدوم آب؟ نه، چون ما مشخص نکردیم کدوم آب رو. Her ay kütüphaneden kitap alıyorum. هر ماه از کتابخونه کتاب میگیرم. چرا کتاب نشده؟ چون مشخص نکرده چه کتابی رو میخواد بگیره. هر ماه میگیره و یک روتین هستش. Bütün gün okula gidiyorum. Ders çalışıyorum. مگه ما bütün نداریم پس چرا درسی نشد؟ چون bütün هیچ ربطی به درس نداره. bütün مربوط به روز هستش. کل روز. نمیگه کل درس. میگه که کل روز به مدرسه میرم. درس کار میکنم. نمیگه چه درسی رو. mektubu aileme yazıyorum. mektubu aileme yazıyorum. از کجا فهمیدیم؟ چون مفعول که نامه هست با فعل ما فاصله داره، جدا از هم افتاده. hangi şarkı یا şarkıyı dinliyorsun؟ یک کدام شارکı یعنی موسیقی رو گوش میدی. hangi داریم اینجا پس به را نیاز داریم. saçlarımı tarıyorum. taramak یعنی شانه کردن. میگه موهایم را. چرا موهایم را؟ چون داره با پسوند ملکی به ما میگه که کدوم مو رو. موی من را. پس را نیاز داره. اگه saç بازم نیاز داشت. آره نیاز داره. saçlarımı tarıyorum. Annem bu diziyi çok seviyor. diziyi چرا؟ چون بو هستش مشخص میکنه کدوم سریال رو. میگه مادرم این سریال رو خیلی دوست داره. حالا اگر به این موضوع هم کاری نداشتیم sevmek رو اینجا ما میدیدیم. پس ای رو می آوردیم. dün yolda babanı gördüm. چرا بابانه شد؟ چون که اینجا ما پسوند ملکی داریم. پدرت رو دیروز در راه دیدم. درس ما تموم شد. امیدوارم که خوب بوده باشه. مرسی که همراهی کردید. بازم تاکید میکنم لایک و کامنت فراموش نشه و سابسکرایب رو حتما انجام بدید. خوب و خوش باشید. خدا نگهدارتون.